دزی عاقل بیت سخت گذاره، رفیق پیدا کنم یک راه چاره. تو اینجا ما اونجا بیقرارم، تو اینجا ما اونجا بیقرارم، کشیم ملا کنم یک استخاره. به نام یاد خدای مهربان. دوستای عزیز سلام، امیدوارم که جور سالم صحتمند باشین، از در کنار خانواده خوش و آرام باشین. در کنار خانواده خوب همیشه لبخند در لبایشون باشد، مثل از مال خونجگر نباشید، مثل از مال آواره نباشید. عزیزای دل، امروز رفتم دفتر کفالت به خاطر امزی که در گوشی ها میشنیدم دیگه احساس میشنویدم که مگه برگه سرشماری یک سال تمدید شده. عزیزا باز تبال به خاطر برگاه خون رو بدم نگرفته، گفتی باش متر گفتی باش آخرین کار چیز کار میشه، شاید نظر زیاد عوض شنه مو آخرین کار باری. عزیزا باز امروز رفتم برگاه را بردم، گفتم برو اگر تمدید شده بلده یک سال که پرسان کنم، اگر نشدم نوبت بگیرم. عزیزای دل، باز رفتم در کفالت میخواستم ویدیو بگیرم بلدهشون دیگه خیلی شلوغ بودن چه دیگه اجازه ویدیو نداد دیگه. همشهری از مو بیچارگو بعضی هاشم داد خروج زد، بعضی هاشم نوبت گرفت دیگه. او آقایی که در اون چی کارم کرد رفتم خودم شخصا اش پرسان بودم ازا، گفتم که مو شنیده که برگه سرشماری اول یک سال تمدید شده. باز او بنده خدا آقا گفته که ما خبر ندارم، مو از این چیزا اطلاعات نداره، چیزی درمون نگفتن، مو فقط مایی کسایی که نوبت گرفته که دمزو تاریخ نوبت چی میرسه میان خروج میزنی، کسایی که نوبت نگرفتن نوبت میدی. باز ما گفتو برگه سرشماری در ما گفتم آره، باز برگاه را بیدی، ما برگاه را دادم. باز یکم برگاه خسنشی دادم، از یک طرف شو آقا گرفته، از یک طرف شما گفتم. نگران از بودم که بعضی هم گفتم که چیزا برگاه کتاب بیدی حالی وقت نبدیش خراش شده خروج میزنه، بخاطر مزو نگران بودم. از یک طرف شو گفته، از یک طرف شما. باز آقا میگه خانم نترس ما خروج نمیزنیم، نوبت میدیم. چون دوستای عزیز می چند تا فامیلا از ما در بوشهر زندگی میکرد، اونا هم گفتن مو رفتی اصلا نوبت نداد، فقط خروج زد. به خاطر امزو ما نگران بودیم، گفتم خروج نزنن. نگرانیم از این خاطر بود که قنجقه صاحب خانه نگفتدی که مو مثلا مولی افغانستان دیگه ما هم باشه خانه مستاجری از باید صاحب خانه رو وقت خبر کنی، یا یک ماه پیش اگر یک ماه نشده دقیقاً یک دو هفته پیش خبر کنی که پول مول از مور جور کنه. از او خاطر عزیزا باز از او خاطر نگران بودم که آقا برگم را گرفته که ما از یک طرفش گرفتدم که خروج نزنه. باز گفت خانم نترس خروج نمیزن. باز نوبت داده که بلده این نوبت چی؟ بلده 18 برج 3 نوبت داد که نمیدونم در کمره میان کمره میان ندارم ازا میان بلده 18 برج 3 نوبت داد دیگه. 18 برج 3 گفت بایی. باز ما گفتم 18 برج 3 که بای خروج میزنین یا نمیزنین یا پسن رو وقت میدین. گفته که نه ما فعلا الان چیزی گفته نمیدونم، هر وقتا که نوبت رسید گفتم زی تاریخ بیا یا خروج میزنی یا نمیزنی. خب از اونجا امادم دیگه، باز این برگرد کردم خیلی ناراحت دیگه. امادم گفتم که بایم برم در بونگاه قد بونگایی بگیم که آره مو اینال نوبت گرفته، دفعه دیگه باری شاید خروج ده خبر باشینم پول از موره چه قمشه نمشم پول از مور بیده دیگه. باز رفتم در بونگاه گفته که باید چیزا اگر شما میخواین برین خبر بدین که موجایشون را یک دیگر بین مستاجر باید پیداش نبای خانهشون را بگیرن، پولی که مستاجر میدیم باز او پول در شما میدی پول شما را. خب از بعد از اونجا آمادم در خانه. باز آجای صاحب خانه از بنده خدا یک پیرزنه، بچه هایش بسته عروسی در دختر رایش پسرایش جدا شده، یک پیرزن تانه اینگه. باز یک هست خانه از مو امی حیات چی دیگه نیست دیگه، از وسط چی بالایش ها میشه پایینش مو. باز آمدم بنده خدا مامان از صاحب خانه از مو جلوی خانهش تک بچه یک پیرزن دم در شده. باز قد از یک سنگ گفتم که شماره صاحب خانه نداشتم، گفتم من زو بگیرم. باز خد مامانش قصه کردم کاری ما دفتر کفالت رفتم، نوبت دیده بلده 18 برج 3 امو شماره با چخر بدید که ما زنگیم.
با شماره بچهش گرفتم زنگ زدم، بچهش اما خود چمنش دم در خنجرش پستردم که آره ما دفتر کفالت رفتم بلده اجدهومی برج 3 نوبت دیده امی پول از من چه خاموشه نمیشه خنجرش گفتم خبر باشی بسه دقیقه 90 خبر کنم مثلا نگی که چه وقت خبر نده پول از من بسه دور مار نده از باز صاحب خانه از مو گفته که چیزه ما اصلا کار ندارم ما 1000 تومن هم ندارم باید هر کار منی مورین نمورین خط بونگاه حرف بزن تا خانهشون را مستجیر نگرفتن ما پولشون را دیده نمیتونم ما پول ندارم برو در بونگاه حرف بزن خب خلاصه آمدم از زاید خیلی ناراحت دیگه وسایل خانم زیاد گرفته مثلا یخچال تلویزیون جاربرقی همین چیزا فرش مرش ظرف اینا زیاد گرفته دیگه از بالش جور کردم از تشک تکیه جور کردم از کمبل گرفتم خب از دیلم مار هم باشد مال دنیا شیریه تازه مالی دیرانی چی نداشتی فقط یک دنه فرشی چیز دست دوم را اون خیلی کنه بود از آل تر بود 400 تومن گرفت قافی یک دنه اتاق خوار کردی بقیهش روش بود بس قلق ما سختی مثلا در جای ما را مصرف نمیکردیم از کار اولاد از کار از خود از کار اولادای از کار از خودمون میزنی جمعونی که باش خانک زندگی که نزدا تازه روز که دادی خود را خانک زندگی دی اینا دیگه عزیزا باید یار اگر برده که اگر اونایی که برده شد جمعونی مبرید بار برینزنی اونایی که برده نشد دیگه از یا دیگو کس میفروشی یا که مرخ مجبوره یا مرخ مفت تولیگو کس کنی یا اگر نگرفت مجبور سرکچه بودی بیلی عزیزا دیگه دوقیتا ما سادگی کدوم خنجقشون بگیم از زایی ما دوقیتا سادگی کدوم نگدوم ظرف ملامین بگم ظرف شیشه گرفتم دیگه از زای دیل باز ظرف شیشه گرفتم اینان و شیشه سنگینه 6 تنه قاب بشقاب شده گبیلی بخی او 3-4 کیلو میشه 1 کیلو که بیل دیگه او ارزشی نداره که ما ظرف شیشه رو ببرم در افغانستان دیگه عزیزا کسایی که افغانستان اگر رفته ظرف چقم برده نبرده از در مون اطلاعات ویدیو اگر ویدیوهایم را سلمونه از دل ویدیوهایم را اگر سلمونه لایک کن سابسکرایب کن دیگه در کامنت نوشته کن از که ظرفای خود ما بفروشم یا ببرم چه رقم کنم دیگه کسایی که در افغانستان اگر ویدیویم از افغانستان سلمونه خوارون گل ما لالای گل قشنگ ما اگر سلم نه اطلاعات داره ظرف مرفون چه گیرانه آرزانه چه رقم نیه خانمانه چه رقم نیه در کامین از بلدیم نوشته کن چون مو تقریبا 7 یا 8 سال مخصیان میشه که مو از افغانستان هم دیده ایران مهاجرت کده دیگه خبر نداره دیگه خانمانه گیرانه ارزانه قبلا جاغوری میشیشتی دیگه در شارمان نشتی الان یک دنه پسر 6 ساله دارم یک دختر 4 ماهه دارم دیگه از می بچه های از ما رقم باشه دمینجی پیداش دمینجی مثلا 6 سال شده دیگه زندگی دو تجاوری تا یا بر عادت کنه خیلی سخته دیگه دختر من 4 ماهش عزیزا نگران از بچه خدا بیشتر نگران دختر خیم که 4 ماهش هوام خیلی گرم شده اگر مثلا 18 برج 3 باری برج 4 اوج گرمیه دیگه هم بچه های گرمی زیده میشه می دخترم 4 ماهش اذیت میشه از خیلی نگرانیم دیگه باز از گستوبا تا حال کمدوم نی برگه نوبتهی دیدن خیلی میتون نگرانیم که وسایلای خود را جمع کنی در باید بریده یا نزنی وسایلای خود بفروشی نفروشی بوبری چه کنی از دا خلاصه خیلی نگرانیم دیگه کسایی که در ویدیو نیم رسرمون اگر اطلاعات دارین اونایی که در افغانستان رفته ظرف مرف را برد نبرد دکدم بار بریز دیدن از دا خنجره از مو در کومین نوشته کن دیگه وسایل های خانه کیلوی چند مبره چی رقم است دیگه عزیزای دیل اینی قصه ها دیگه شما دوستای از شما جز از خانواده میشین دیگه گفتم که خوشی های زندگی خود دیگه اوقات تلخی های زندگی خود قدر شما شریک کنم دیگه عزیزا باز از دفتر کفالت که ما دوم گروه مهد کودک بچه چه کدوم که خانومش پیام نوشته که باید مهد کودک خلاش در وسایل های بچه ها ببرین از دل اور سال به تن ناراحت شدم رفتم وسایلش جمع کردم آوردم دیگه خیلی خوب شخصا گرفته از بده
از این که فارغ شده از مهد کودک، عکسای مهد کودکش خیلی قشنگه. اینا قنجره دوستای خود که گرفته، یعنی یار سال کدوم بهتر ناراحت شدم از زایدین. امی دوستای بچه های ایرانی، افغانی از همشهری خودم قدزیا که گرفته یار سال کدوم بهتر ناراحت شدم. گفتم درست افغانستان مثلا کشور خود از مو باید دیق نباش، باید خوشحال باشی کناری مثلا خانواده خموری از آبی خطا از آبی خموری اونج کشور از خود از مو آدم آزاد میکرده و آزاد میشه. ولی بعد بچه ها از مو از خدایشی مثلا شار باشد خوب، اگر جاغوری بوری خیلی سخت از بچه های من به دنیا هم در اینج بزرگ شده. الان بچه که گفتم که 6 سال شد دیگه در اونج خیلی سخت بلدیشی دیگه. عکسای افغانستان، عکسای جاغوری که در بچه نشون دیم که مو بچه قرار از باید اینج بوری زندگی کنی. بچه گریه نمیگه که تو قد مامان تو قد بابایم کسی افغانی، ما کسی ایرانی، ما برای چی در افغانستان برم دیگه. عکسای افغانستان، عکسای جاغوری که سال نمیگه ای اصلا خیابان نداره دیگه. از زایدی نخم بچه های زمین تا اندازه زمینش ندرک کنه، خیلی راه خیلی مثلا سخته دیگه. مو که در جاغوری که چشته، در جاغوری مثلا پیداشته، در جاغوری که چشته دیگه همونجی بعد از سخت نی از خدایشی یک دو ماه هست دیگه راه میفتی دیگه خوب میشی دیگه، میتونی کارا کنی دیگه. ولی بلده بچه های سخت از زایدی دیگه. این هم قصه های دیگه از زایدی دیگه خیلی ناراحتیم دیگه عزیزان که چرا هم بوری چرا هم شونه دیگه به سرنوشتی از زایدی همه ندارم. مو افغانی ها چرا به سرنوشتی چرا همش مهاجرت کنی، همش اینتر بدبختی بکشی دیگه کنی، از تا بود خانه بگی دیگه کنی دیگه. در افغانستان هم در هرات و در کابل در غزنی خیلی خانه گرانه. کسایی که در کابل، در غزنی، در هرات در ویدیوهای مگه سلمونه خانمانه اگر اطلاعات در خانه گران ارزانه در چه قیمت در چرا هم است نیه در کومین بلده نوشته کن عزیزا که ما خبر شنون دیگه. عزیزای دل دیگه این قصه های دیگه عزیزای دل این قصه های دیگه ویدیوهای را خیر کنین، سر کن ویدیوهای را لایک کن، شیر کن به دوستای خود دیگه. ما هم تازه یوتیوب جور بودم، از زیاد چیز نیستم، زیاد قوی نیستم، زیاد از یوتیوب چیز سر در نمیرم، مثلا زیاد چیز ندارم، این تجربه کافی ندارم دیگه. از اگر کدام کمبوتی در حرفای مگر در چیزای در ویدیوهای مشکلین دیگه از دل باز ما رو مسخره نکنین دیگه از دیگه، چون ما کم تجربه دیگه. اونایی که یوتیوب داره دیگه داره باز پیشنهاد داره دیگه داره در کامنت بنده نوشته که ما بندش موردی پسند شما میخوام ویدیوها جور کنیم دیگه. از دل دیگه تا ویدیوهای بعد شما بر لایک